در آغاز هفته نو کره از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ برنامه خبری رو تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم و 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع امروز 18 ایون. نرخ گاز مایع در تاجیکستان به 4 سومونی رسید. مسافران میگویند الکی قیمت راهگیران نیز بالا رفت. مردم در برای ما در راننده فرق نداره، اگه چه قیمت میگیم با مردم بیچاره به ضرر. راننده قرغیزستانی در مسکو انتظاری مرافعه دادگاهی است. مهاجری که 7 نفر را پخش نمود گفت 20 ساعت بیخواب بوده است. من میگویم که خودم نمیفهمم. میخواستم ترمز را زیر کنم تا اینکه پیاده‌گرد از راه گذرد. دفعتاً همگی چند ثانیه غنبم برد و گاز را زیر کردم. و امانت بانک به تاجران تاجیک با یوان قرض میدهد. این اقدام در حالی است که کشور با کمبود اسعار خارجی از جمله دلار روبروست. در تاجیکستان یک بار بالا رفتن نرخ گاز مایع رانندگان و مسافران را شگفت زده کرد. قیمت این مواد سوخت یک بار 60 درم بالا رفته است. گرانشویی که کم سابقه عنوان می شود. گذشته از این معمولا گاز مایع در فصل بهار قیمت می شد و به کار و زندگی ساکنان کشور تاثیر مستقیم می رساند. میرزا نبی خالقزاد کوشش کرد پیامد بالا روی این مواد سیر استفاده سوخت را معلوم کند. یک بار بالا رفتن ارزش گاز مایع در تاجیکستان بر روزگار مردم تاثیر رسانده است. راننده های مسافرکش میگویند کارشان پیش نمی رود. یک لیتر گاز 4 سومون اگه مو پریبل میرسه. میدروی لوبوی زاправка ولی یک آدم خوجند 80 سومون 120 110 سوم پلی تروزو میتی ایده طرف. خیلی پریبل مردم در برای ما در راننده فرق نداره، اگه چه قیمت میگیم با مردم بیچاره به ضرر. در حالی که راننده ها میگویند نرخ راهگیرا را بلند نکردن، مسافران از بلند شدن آن شکایت میکنند. شما دیروز چندی میدادید؟ امروز چند شده؟ 100 بود 110 100 بود 110. شما خوجند میروید یا جای دیگه؟ دیگه نرخ دوشنبه خوجند 110 سامانی میپرسن شفیرو؟ از 3 سامانی و 40 درم به 4 سامانی دکه خوردن نرخ گاز مایع بیشتر مایه نگرانی راننده ها و ساکنان کشور شده است. خصوصا در راه های ماشینگر از پایتخت به نواحی دوردست و نواحی اطراف نرخ راهگیرا بازم بیشتر شده است. اما تا کنون مسئولان شرکت های اساسی وارد کننده گاز مایع به تاجیکستان به طور رسمی شرح ندادند که سبب و عامل های بالا رفتن نرخ گاز از چه عبارت است. ولی فروشندگان نقطه های گاز مایع میگویند که باز هم از 4 سامانی نرخ گاز مایع بالاتر رفته به 4.20 و به 4.30 درم خواهد رسید. طبق حساب ها حدود 60% ماشین های سبک‌رو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند. در مجموع سوزشواری در تاجیکستان از جمله محصولات است که تغییرات در نرخ آن به زندگی روزانه مردم تاثیر مستقیم دارد. در برابر گاز مایع ارزش دیگر نوع سوزشواری هم بالا رفته است. نرخ سلیرک از 7 سامانی به 7 سامانی و 40 درم رسید. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان طلبات کشور به گاز مایع در یک ماه حدود 30,000 تن و در یک سال 360,000 تن را تشکیل می دهد. کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب‌های بالاروی نرخ گاز مایع و نوع‌های دیگری سوزشواری در تاجیکستان است. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. دیروز یک حمله انتحاری ولایت ننگرهار افغانستان را تکان داد. حمله زمانی صورت گرفته است که مردم در حال بیرون شدن از یک نشست صلح بودند. در این نشست مقام‌های امنیتی ننگرهار شماری از رهبران محلی طالبان و ساکنان عادی اشتراک داشتند. اسکندر خوجا میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. روز یکشنبه 17 ایون بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه در شهر جلال آباد افغانستان کمش 18 کس به هلاکت رسیده و 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. منصبداران امنیتی افغان با نشر این خبر علاوه کردند که یگان گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. من در منطقه منتظر طالبان بودم. مردم از آتش بس خوشحال بودند، می‌خواستند طالبان را پیشواز گیرند. همین لحظه ترکیش روی داد و من نمی‌دانم که بعد چی اتفاق افتاد. به قول مقامداران افغان ترکیش در نزد اداره والی ولایت شرقی ننگرهار به وقوع پیوست. روز شنبه در نتیجه انفجار ماشین سرشار از مواد ترکنده در ولایت ننگرهار 36 کس کشته شدند.
مسئولیت ترکیش روز شنبه را گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی بر عهده گرفت. در روزهای تجلیل عید سر از 15 ایون طالبان آتشبس 3 روزه اعلان کرده ده‌ها طالب سلاح به دست به شهرهای افغانستان برای عیدگردک رفته بودند. خبرنگار رویترز پیشواز گرم طالبان در شهر غزنی را به نوار گرفته است. ما خیلی خوشحال هستیم که اسکرها یک جای شدیم. آرزو شما بعد از این چی میتونه باشه؟ ما میگم که صلح باید هم مسلمان یک جای شد. برادرای طالبان آمدن به خاطر صلح تا پروسه صلح میپیوندند دیگه. اسلامی یک امنیت یک آرامی رو بیاره دیگه تا وقتی آدم کشی خونریزی. طالبان افغان تاکید کردند که آتشبس عید فطر شب یکشنبه به پایان میرسد و آنها باز سلاح به دست میگیرند. اما حکومت افغانستان تصمیم دارد که آتشبس را تا 20 ایون ادامه دهد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز یکشنبه پلیس مسکو اظهارات و نواری ویدیویی بازپرسی راننده تاکسی را نشر کرد که در کنار میدان سرخ ماشینش را روی ازدحام روانه نمود. بر پایه آن شهروند 28 ساله قرقیزستان انوربек چینگیز یک ماه پیش از شهر خوچورخور اوتای هم مرز با ازبکستان برای کار به مسکو آمده است. در این صحبت راننده میگوید بعد از ساعت‌های طولانی کار در سر چنبرک ماشین خوابش برده است، ولی معلوم نیست که راننده این گپ‌ها را با خواهش خود میگوید و یا کسی او را وادار میکند. شما خود میتوانید با دیدن این صحبت قضاوت نمایید. پلیس مسکو نواری بازپرسی راننده تاکسی را نشر کرد که شام شنبه در نزدیکی میدان سرخ چند پیاده‌گرد را پخش نمود. در این منطقه اساساً مخلصان فوتبال گشت و گذار داشتند. در مجموع 7 نفر از جمله 2 سیاح مکزیکایی و 1 اوکراینی جراحت برداشتند. در سر فرمان ماشین شهروند قرقیزستان چینگیز انوربek بود. او گفت پیش از این حادثه 20 ساعت به استراحت کار کرده است. قبل از این چند ساعت خواب کرده؟ من به شریمیتو رفتم. ساعت انیق را در یاد ندارم. تقریبا ساعت 6 بود تا ساعت 8 و یا 9 خوابیدم. یعنی همگی 2 و یا 3 ساعت خواب کرده، درست است؟ بعد این باز 20 ساعت سر چنبر ماشین بودید؟ بله. من میگویم که خودم نمیفهمم. میخواستم ترمز را زیر کنم تا اینکه پیاده‌گرد از راه گذرد. دفعتاً همگی چند ثانیه غنبم برد و گاز را زیر کردم. من گمان کردم که این ترمز است. من نمیدونم چی شد، خوابم برد. بعداً آدم ها را پخش کردم. وقتی دیدم خواستم فرار کنم. با گفته راننده او ترسید که رهگذران خشمگین او را میکشند. از این خاطر تلاش گریز از محل حادثه را داشت. شما از حادثه‌ای که رخ داد پشیمان هستید؟ به نهایت. چینگیز میگوید در مسکو نزدیک 1 ماه کار میکرد. 2 سال تجربه رانندگی دارد. حجت رانندگی را 5 سالی پیش گرفته است. پلیس نسبت این حادثه از روی ماده ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث جراحت وزنین آدمان شد پرونده جنایی باز کرد. بر راننده تا 2 سال زندان تهدید میکند. برنامه را ادامه میدیم. امروز 15 ایون به دهه غزنوی نویه سوخ که اکثرا توجیک نشینان سیل آمد. منطقه مذکور هم مرز با نویه اسفرای توجیکستان است. به نقل ساکنان سیل پس از نماز عید رمضان آمده است. در نتیجه سیل مردم ضرر زیاد دیدند. خانه ها و زمین های کشت زیر آب ماندند. با گذشت 3 روز از این آفت طبیعی تا هنوز نه مطبوعات و نه مقامات رسمی در این باره معلوماتی ندادند. در سال جاری این بار دوم است که به نویه سوخ ولایت فرغانه سیل می آید. در همین حال در ایران محمد سلاس یکی از پیروان سلسله صوفیه یا درویشان گونابادی اعدام شده است. خبرگزاری میزان که به دادگاه عالی ایران تعلق دارد اطلاع داد که حکم دادگاه در نسبت محمد سلاس صبح دوشنبه 18 ایون عملی گشت. محمد سلاس به قتل 3 کارمند پلیس متهم میشد. اعلان حکم دادگاه در نسبت محمد سلاس در حالی است که سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته بود که روند اعدام این درویش گونابادی و حکم صادر شده در نسبت او را متوقف کند.
روز گذشته از زمین‌لرزه سخت به یکی از شهرهای ژاپن آسیب رسانیده جان چند نفر را گرفت. جنبش زمین باعث به سوختار شد، راه‌ها را تخریب نمود و حتی قبرهای آب هم کفیده. طبق گزارش‌های رسیده بنابر این آفت طبیعی کارخانه‌های بزرگ از جمله پاناسونیک و تویوتا موقتا فعالیت خود را باز داشتند. مقامات محلی ضرری رسیده را حساب می‌کنند، اما میگویند برای آنها تامین امنیت مردم در اولویت قرار دارد. روز یکشنبه در نتیجه زمین لرزه برابر با 6.1 درجه ریختر در شهر غربی اوساکا ژاپنیا و یا ژاپن 3 نفر هلاک شدند. با قول خدمات نجات در این حادثه بیش از 200 نفر زخم برداشتند. تلویزیون NHK اطلاع می‌دهد که دختر زیر دیوار بتونی کشته شد. مرد سالخورده در زیر ویرانه‌های منزلش یافت شد. بر علاوه جسد مرد را در خانه‌اش پیدا کردند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوار لحظه زمین لرزه را جای دادند. سروزیر ژاپنیا شینزو آبه میگوید وظیفه اولین درجه تامین امنیت مردم در مناطق آفت زده است. با گفته منصبداران بر اثر زمین لرزه تامین نیروی برق برای تخمیناً 170,000 خانواده قطع شد. در بیش از 100,000 خانواده تامین گاز طبیعی هم متوقف گردیده. رفت آمد قطارهای محلی راه آهن منع شد. شرکت‌های بزرگ صنعتی نظیر پاناسونیک و دایهاتسو استحصالات را متوقف کردند. هواسنج‌ها میگویند که روزهای نزدیک باران و سیل پیش بینی شده، احتمال فرآمدن یخ هم زیاد است. به علاوه اوساکا در زمین لرزه روز 18 میلیون شهرهای کیوتو، نارا، هیگو و سیگا ژاپنیا زیان دیدند. برمیگردیم به تاجیکستان. بانک دولتی تاجیکستان امانت بانک با دادن قرضها با پول ملی چین یوان شروع کرده است. امانت بانک از صاحبکارانی که تجارتشان با چین وابسته است دعوت کرده است که میتوانند از این بانک با یوان قرض بگیرند. پیشنهاد قرض با یوان بار اول و در شرایط در تاجیکستان راه اندازی می شود که کشور به کمبودی اسعار خارجی از جمله دلار آمریکایی روبروست. همکارم عبدالله شروف این موضوع را پیگیری دارد و تفصیلات را از او میپرسیم. عبدالله سلام. چرا یوان؟ چه ضرورتی برای پول ملی چین در تاجیکستان به وجود آمد؟ سلام شهلا. اهمیت یوان در آن است که چین یکی از شریکان بزرگ تاجیکستان است. اکثریت تاجران هم از همین کشور مال وارد میکنند. این است که بازارهای تاجیکستان شروع از لباس و جهاز خانه تا داس و بالغه و میخچه همگی مال چین هستند. اما مشکل در آن است که تاجیکستان هر سال بر عوض 600-700 میلیون دلار از چین مال وارد میکند، ولی در عوض به قدر خیلی ناچیز مال صادر میکند. از این رو بخش اعظمی دلار تاجیکستان به چین می رود که باعث کمبود این نوع اسعار در داخل کشور می شود. ظاهراً برای حل این مشکل امانت بانک دادن قرضها را با یوان شروع کرده است که طلبات زیاد خواهد داشت، اما باید گویم که جایگزین کردن یوان و روبل در برابر دلار یکی از برنامه‌های بزرگ چین و روسیه در دایره سازمان همکاری‌های شانگهای است. چین در شرایط کمبود دلار در کشورهای عضو این سازمان تلاش دارد سودای خارجی را در منطقه با یوان به راه ماند. اما عبدالله وقتی تاجران با یوان قرض بگیرند مسئله بازگرداندن اون چه خیلی می شود؟ منظورم از کجا یوان یافته می‌دهند؟ شهلا ویژگی این برنامه قرضی امانت بانک هم همین است که به تاجران امکان می‌دهد که یوان قرض گرفته از چین مال وارد کنند و قرض را با سامانی پرداخت کنند. اما ببین عبدالله 2 سال پیش چنین یک برنامه میان تاجیکستان و چین امضا شده بود، اما بعداً از آن خبری نشد. بله شهلا فهمیدم منظورت را. بانک ملی در پایان سال 2015 در اوج جهش قرب دلار در نسبت سامانی با بانک مردمی چین سازشنامه را با اصول سواپ به امضا رساند. طبق این سازشنامه جانب چین به تاجیکستان تقریباً 3 میلیارد و 177 میلیون یوان معادل 500 میلیون دلار باید میداد. اما این طرح موفق نشد و فروش یوان در صرافی‌های تاجیکستان هم پیدا نگشت. بنابر گفته بعضی از منبع‌ها بانک ملی بنابر زیاد بودن ریسک چنین یک سازشنامه از ادامه عملی کردن آن خودداری کرده است. سواپ یک نوع داد و گرفت اسعاری میان بانک‌ها برای مدت معین است که در اکثریت موارد بین بانک‌های مرکزی دو کشور برای کم کردن تغییرات در قرب اسعار روی دست گرفته می شود. تشکر عبدالله برای صحبت. با این صحبت برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار هر یک شما باشد.